نبندد دل به دنیا هر که مرد است، که دنیا جملگی اندوه و درد است. به گورستان گذر کن تا ببینی که دنیا با عزیزانت چه کرده است. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد. اگر دنیا به کسی وفا میکرد به جناب رسول الله وفا میکرد. اگر دنیا به کسی پاینده میماند، به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پاینده میماند. محمد که نامش بر افلاک بود، که آخری جایش لگی خاک شد. جناب رسول در بالای عرش لا اله الا الله محمد رسول الله نایستگی بود، اما آخر جاش جا لگی خاک. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خاک ماندن، حضرت فاطمه گریان به بالای قبر جناب رسول الله آمدن، گفتن ای بلال، ای صحابه های پیغمبر، شما را چی رنگ دل توشید که پدر من در زیر خاک مانده؟ شما را چی رنگ دل توشید که در بالای پدر من خاک بار کرده؟ میگه حضرت بلال گو که ای فاطمه، گو ای جانم فدای شما باد، این قضا و امر پروردگار بود، برای ما دیگر یگان علاج نبود. اگر ما میتونستیم که تا آخر دنیا تار تار سر پدر بزرگوار شما را میگرداندیم، اما چی علاج؟ خداوند در قرآن گفت که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ای انسان، من تو را از خاک خلق کردم، آخر به خاک میری و یک بار دیگر پس از مردن زنده میشی و در نزد من جواب گفته میشی. یعنی برادرای عزیز، بعد از مرگ ما و شما جواب داریم. یکمین جواب در قبر است. در قبر ما را از سه چیز میپرسند. جواب ستیار که ای انسان که جواب سخت داری. یکمین چیز میپرسند من رب که خدای تو کی است؟ اگر عبادت و بندگی کرده باشی در قبر میگو ربی الله، ربی من الله های. اگر عبادت و بندگی نکرده باشی میگوی لا ادری، نمیدانم. دویم چیزی میپرسن ما دینو که در کدام دین بودی، کدام دین اطاعت میکردی؟ اگر اطاعت کرده باشی دین اسلام میگوی دین یعنی اسلام. و سوم چیزی میپرسن من نبیو که پیغمبرت کی بود، سنتی کدام پیغمبر اطاعت میکردی و پیروی میکردی؟ اگر سنت جناب رسول الله پیروی کرده باشی میگوی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.